میدونستین افرادی که دیابت دارن در مورد خوردن میوه ها هم باید مراقب باشن؟ امروز میخوام در مورد 7 میوه‌ای صحبت کنم که شاخص گلایسمی پایینی دارن و البته افراد دیابتی با خیال راحت میتونن استفادهشون کنن. توجه به نوع و مقدار کربوهیدراتی که میخورین خیلی مهمه، چون میتونه روی سطح گلوکوز خون شما اثر بذاره. اکثر مردم این رو نمیدونن که میوه ها هم حاوی یه نوع قندن که میتونن قند خون شما رو افزایش بدن و به همین خاطره که تصمیم گرفتم این ویدیو رو آماده کنم. و اگر که پیش دیابت هستید، پردیابتید یا دیابت دارید، باید بدونید که این 7 میوه‌ای که براتون میگم با شاخص گلایسمی پایین وجود دارن که میتونید توی رژیم غذاییتون ازشون استفاده کنید. و اگر میخواین در مورد این 7 میوه بدونید، تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. سلام، همراه شما تا اطلاعات پزشکی رو درست علمی در اختیارتون بذارم. افراد دیابتی زیادی رو من اطرافم میبینم. با این اوصاف متوجه شدم که بیشتر مردم نمیدونن چطور باید غذاشون استفاده کنن، انتخاب کنن و همین انتخاب بعد میتونه سطح گلوکوز خون شما رو بالا و پایین کنه. خیلی از مردم یادشون میره که میوه ها یه نوع قند به نام فروکتوز داره و بسته به شاخص گلایسمی اون میتونه قند خون شما رو بالا ببره. پس اگر که مقاومت به انسولین یا پیش دیابت دارید، باید بدونید 7 از بهترین مواد غذایی همون میوه ها کدوم هستن. دیابت هم مثل بیماری مزمن دیگه نیاز به مراقبت داره و یه اشتباه کوچیک اگر الان مرتکب بشید، ممکنه تا چند سال آینده عواقب جدی برای شما همراه داشته باشه. دیابت یه بیماری مزمن و متابولیکه که میتونه عوارضی مثل نارسایی قلبی، سکته قلبی، سایر بیماری‌های عروقی، مشکلات کلیه، چشم، مشکلات اعصاب رو برای شما همراه داشته باشه. دیابت نوع 2 زمانی رخ میده که بدن ما در برابر انسولین مقاوم بشه، یا حالا زمانی که بدن دیگه انسولین کافی تولید نمیکنه. توی 3 تا دهه اخیر شیوع دیابت نوع 2 به طرز قابل توجهی توی همه کشورها افزایش پیدا کرده و اکثرا به خاطر افزایش چاقی هست، چون خیلی از افراد بد غذا میخورن، بی تحرکن، اصلا ورزشی نمیکنن. اما دیابت نوع 1 که همون دیابت وابسته به انسولین بهش میگن، یه بیماری مزمنه که توی لوزالمعده مقدار خیلی کمی از انسولین تولید میشه یا اصلا انسولین تولید نمیشه. و من همیشه توی ویدیوام میگم که دیابت مثل یه سرطانه، پیشرفت میکنه، فقط باید حواستون باشه که سطح گلوکوز خونتون رو کنترل کنید که بتونین عمر طولانی تر و بدون عوارض داشته باشید. اما حالا این چطور امکان پذیره؟ مراجعه دوره پزشکی داشته باشید، تمرینات منظم ورزشی، داروهایی که پزشک براتون تجویز میکنه رو به درستی و به موقع استفادهش کنید. و البته یه تغذیه بسیار خوب خیلی میتونه به شما کمک کنه. یه چیز دیگه هم قبل از اینکه اون 7 مورد رو بگم، بهتون بگم که شاخص گلایسمی چیه؟ میوه ها رو میتونیم با شاخص گلایسمی پایین، متوسط و بالا تقسیمشون کنیم. اگر این رو بدونین نصف راه رو رفتین شما. و من توی توضیحات بیشترش رو در مورد عدد شماش و اینها آخر ویدیو براتون توضیح میدم. اگر که دیابت دارین یا پیش دیابت هستین یا مقاومت به انسولین دارین، باید غذاهایی با شاخص گلایسمی پایین رو مصرف کنین. و حالا که میدونین شاخص گلایسمی پایین رو باید مصرف کنین، 7 میوه برتر چیا هستن که براتون باید بگم. اولین مورد گلابی هست. گلابی شاخص گلایسمی پایینی داره و بهتره که با پوست اون رو مصرفش کنید. مقدار زیادی فیبر، ویتامین C، E، A، پتاسیم، منیزیم و آنتی اکسیدان داره و میتونه از اون توی رژیم غذاییتون استفاده کنید. به عنوان یه میانبرده. میوه دوم پرتقال هست. پرتقال سرشار از آنتی اکسیدانه، ویتامین C داره و سرشار از فیبر هست. ایدئالم اینه که فقط آب پرتقال رو نخورید، تفاله های اون هم مصرف کنید. در واقع کل میوه رو مصرف کنید، پوستش رو بکنید در واقع و هسته‌هاش رو نخورید، چون وقتی آب میوه رو میخورید، فیبری که تفاله ها داره رو شما دور میریزید و وقتی که فیبر میوه رو نخورید، چه اتفاقی میفته؟ شاخص گلایسمی اون بالا میره. درسته؟ پس میوه رو همراه با تفاله هاش بخورید، آبش رو فقط نخورید.
یعنی فقط هستش رو دور بریزید، پوستش رو دور بریزید. پرتقال رو کامل بخورید. مورد سوم گیلاس هست. با کمترین شاخص گلایسمی میتونید استفادهش کنید. افراد دیابتی یا پیش دیابتی باید غذاهایی با شاخص گلایسمی کمتر از 60 رو استفاده کنن و ترجیح بدن که این غذاها رو بیشتر مصرف کنن. البته این حرف من به این معنی نیست که شاخص گلایسمی بالاتر رو کلا نمیتونید مصرف کنید. باید با متخصص تغذیه مشورت کنید، یه برنامه غذایی داشته باشید و گاهی که میوه‌ای با شاخص گلایسمی بالاتر رو دوست دارید، متخصص تغذیه اون رو توی برنامه غذاییتون قرار میده که بتونین یه مقدار کم اون رو هم استفادهش کنید، مصرفش کنید. ولی معمولا همراه این میوه‌ای که شاخص گلایسمی بالایی داره یه چربی خوب میذارن که همراهش خورده بشه و قند خونتون تنظیم بشه. ترفندهای زیادی هست که خب متخصص تغذیه میتونه اون رو توی برنامه غذایی شما بگنجونه و بهتون خیلی کمک بکنه. و یادتون هم باشه که چیزی که توی رژیم غذایی شما منع مصرف باشه وجود نداره. فقط باید بدونید چطور چه زمانی از اونها توی رژیم غذاییتون استفاده کنید. مورد بعدی توت فرنگی است. توت فرنگی سرشار از ویتامینه و ویتامین ای داره، ویتامین آ داره، سی، بی و شما میتونین استفاده کنین ازش و افراد دیابتی میتونن به خیلی راحت ازش استفاده کنن. توت فرنگی انتخاب خیلی خوبه چون که کربوهیدراتش پایینه و فیبر بالایی هم داره و هممون متوجه شدیم که فیبر توی کنترل قند خون ما خیلی کمک میکنه. پس این فیبری که توی توت فرنگی وجود داره میتونه به کنترل قند خون ما خیلی کمک کنه. جذب کربوهیدرات رو کم میکنه. میوه بعدی کیوی هست. کیوی برای افراد پیش دیابت و دیابتی کلا خیلی عالیه چون که کربوهیدرات کمی داره و منبع خوبی از فیبره که باعث میشه که کربوهیدرات کندتر جذب بشه و ویتامین سی و چندین مواد مغذی دیگه هم داره. مورد بعد هلو. خیلی از افراد نمیدونن که هلو شاخص گلایسمی پایینی داره. شما میدونستین؟ اگر میدونستین پایین کامنت کنین. خوبی هلو اینه که کربوهیدرات و کالری کمی داره و همچنین سرشار از فیبر و ویتامین سی داره و ویتامین آ. بعضی پوست اون رو میشنن و میخورن اما ایدئال اینه که با پوست مصرف بشه و فقط هستش رو دور بریزید و میوه خیلی خوشمزه هم هست. و اما مورد آخر آووکادو امگا 3 زیادی داره و یه ضد التهاب طبیعیه و حاوی ویتامین های زیادی مثل آ، ای، بی و روی و مس هست. پس شاخص گلایسمی پایینی داره و سرشار از چربی‌های سالم و خوبه که میتونن به حفظ سیری شما و سطح گلوکوز خون شما کمک کنن. پس افرادی که دیابت دارن، پیش دیابت هستن، به راحتی میتونن از آووکادو استفاده کنن در صورتی که در دسترستون باشه. و زمانی که شما میوه با شاخص گلایسمی پایین کمتر از 60 باشه شما میتونید استفادهش کنید، مشکلی نداره. میتونید سرچ کنید شاخص گلایسمی گلابی مثلا چنده، 39 کمتر از 60 پس میتونید استفادهش کنید. بین 60 تا 99 متوسطه پس باید خیلی مراقب باشید. اگر که بیشتر از 100 باشه یعنی شاخص گلایسمی اون بالاست. یه بار دیگه هم بهتون تاکید میکنم اینجا که شما منعی برای مصرف غذا ندارید، فقط باید اعتدال مصرف بشه و طبق برنامه غذایی که مشاور تغذیه براتون تعیین میکنه. و به نظر من غذا بهترین داروی برای سلامتی، به خصوص رو که متعادل باشه اون رژیم غذایی. اگر دیابتی هستی از چه غذایی باید پرهیز کنید؟ چه میوه هایی که شاخص گلایسمی بالایی دارن؟ موز، آناناس، پاپایا، انبه، دیگه خربزه و هندوانه. باز هم بهتون میگم که خوردنشون ممنوع نیست، درسته؟ پس کامنت نکنید که حالا موز ما باید چیکار کنیم، مثلا نخوریم. ببینید مثلا با دیدن این ویدیو خب دیگه نباید این حرف رو بزنید. شما بیان یه موز کوچیک بردارین مثلا با 2 تا آجیل برزیلی بخورید یا یه موز بخورید، کنارش یه قاشق جو دارچین اضافه کنین. خب یا مثلا یه موز کوچیک بردارین با یکم ماست بردارید بخورید. و به این شکل وقتی که یکم از این میوه ها رو با چربی خوب، فیبر یا پروتئین میخورید، شاخص گلایسمی اون رو پایین میارید و خب تعادل برقرار میشه. به نظر من افرادی که دیابت دارن باید یا حالا پردیابت یا مقاومت به انسولین دارن باید تحت نظر یه پزشک و یه متخصص تغذیه با هم باشن و ورزش انجام بدن. و یادتون باشه که برای زندگی بهتر باید ورزش کنید و هر چیزی که طبیعی از دل طبیعت هست استفاده کنید.
انگیزه و شادی بیشتری داشته باشید که اینها ستون‌های یه زندگی سالم هستن. و در آخر بهتون بگم اگر نکته‌ای هست که توی این ویدیو بهش اشاره نشده لطفاً برام کامنت کنین این پایین که من و هم دوستایی که این ویدیو رو می‌بینن بتونیم استفاده کنیم. اگر تجربه دارین توی این زمینه لطفاً برام کامنت کنین که ما هم بتونیم استفادهش کنیم. اگر انتقادی از پیشنهادی هست لطفاً منو خوشحال می‌کنین این پایین کامنت کنین که من توی ویدیو بعدی بتونم مشکل رو رفعش کنم. ممنون میشم که لایک کنید این ویدیو رو، کمک میکنه که افراد بیشتری بتونن اون رو ببینن و لطفا سابسکرایب کنید کانالم رو و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین چون که زندگی سالم حق همه ماست و هر زمان که احساس کردید که شما موضوعی هست که باید بیشتر در موردش بدونید لطفا این پایین برام کامنت کنید که ویدیو بعدی رو با در مورد همون موضوع براتون آماده کنم. شاد و سالم باشید در کنار خانواده‌هاتون و لطفا به فکر سلامتیتون باشید و خدا نگهدار.